سلام. به ذهن خانم معلمتون خوش اومدین. من شادیم. من وقتی به وجود اومدم که خانم معلمتون واسه اولین بار لبخند زد و بعدها هر موقع که به چیزی که دوست داره میرسه. وقتی که مثلا وقتی که هدیه میگیره یا هدیه میده. وقتی که غذای مورد علاقه‌شو خودش میپزه. وقتی که تدریس میکنه یا مثلا وقتایی که به کلاس زبان میره. من اون موقع ها دوباره به وجود میام. اما من یه دوست دیگه هم اینجا دارم. سلام، من غم هستم. من وقتی به وجود اومدم که خانم معلمتون برای اولین بار گریه کرد. بعدها هر موقع که بارون میومد و دلش میگرفت، یا وقتی که مریض میشد و توی خونه میموند، وقتی که باید از دوستاش خداحافظی میکرد، یا وقتی که چیزی که دوستاش رو از دست میداد، یا یه بار که دستش شکسته بود و ناراحت بود، من دوباره توی ذهنش به وجود میومدم. البته من همیشه چیز بدی نیستم باعث میشم بیشتر به خودش فکر کنه، به چیزای مهم زندگیش رو بشناسه. بچه ها، غم راست میگه. بعضی اوقات هم البته ما با همدیگه هممون اینجاییم. مثل وقتی که خانم معلمتون دانشگاه قبول شده بود که من اون موقع خیلی خیلی خوشحال بودم. من هم ناراحت بودم چون که باید از دوستاش خداحافظی میکرد. خب حالا شما بگید چه چیزایی شادی و غم شما رو میسازه؟ خداحافظ بچه ها.